سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 30 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. بازداشت چهارشنبه تصدیق شد. به ضد او با ماده‌های 189 و 307 پرونده شدند. بازداشت نسیم شریفوف، نماینده گروه 24 در ترکیه. به ضد 13 ساکن خورخ پرونده جنایتی کشودند. اعتراض سفارت خطای به سخنان سید جعفر عثمانزاده. مستانه برای قتل شوهرش به 15 سال زندان محکوم شد. در روزهای سال نو هوا در تاجیکستان خیلی سرد خواهد شد. بازداشت ساکن 53 ساله اسفره برای مناقشه خونین در حالت مستی. و اکنون تفصیلات خبرها. دادستانی نایه شاه منصور شهر دوشنبه رسما تصدیق کرد که رزمنده معروف MMA از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چهارشنبه افرا روز 30 دکبر بلافاصله بعد اخراجش از روسیه دستگیر کردند. سخنگوی دادستانی شاه منصور به خبرگزاری دولتی خبر گفت به ضد چهارشنبه بر اساس ماده‌های 189 و 307 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام برانگیختن کینه و عداوت بین ملت‌ها و محل‌ها و دعوت‌های عمومی به تغییر ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان پرونده جنایتی شدند. سخنگوی دادستانی شاه منصور به خبر گفت در نتیجه سنجش معین گردید که نسبت چهارشنبه ماه می سال 2014 از طرف شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خورخ برای جنایت دزدی مالکیت شخصی ساکن شهر خورخ محمد کریموف عبدالنظر با ماده 244 پرونده جنایتی آغاز کرده شده. ماه نوامبر سال 2014 قانون 7 تطبیق گردیده است، ولی نامبرده از این خلاصه ضروری نبرآورده منتظم به قانون شکنی ها ادامه داده است. منظور نماینده دادستانی قانون شکنی های چهارشنبه در قلمرو روسیه است، ولی افزوده سخنگوی دادستانی نایه شاه منصور او همچون بلاگر توسط شبکه‌های اجتماعی اینترنتی خصوصا صفحه شخصیش پیوسته برآمدهای اغوا انگیزانه نموده به برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی و دعوت برای تشکیل کردن بی‌ترتیبی‌های عمومی مشغول شده است. نسبت به چهارشنبه در اساس موادهای موجوده از جانب پروکراتور نایه شاه منصور شهر دوشنبه با ماده‌های 189 و 307 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و نامبرده دستگیر کرده شد. تفتیشات پیشکی ادامه دارد. دادستانی گفته است که چهارشنبه از لحظه دستگیر شوی طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با وکیل دفاع تامین شده است و به خویشاوندان نزدیکش درباره دستگیر کردن او همچون گمانبر در صادر کردن جنایت‌های مذکور رسما خبر داده شد. قبلا سامانه مستقل خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای مربوط به بدخشان را پیگیری میکند خبر داد که چهارشنبه افرا شب 30 دکبر از روسیه به تاجیکستان اخراج کرده او را در فرودگاه دوشنبه کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پیشواز گرفتند و به این اداره بردند. قبلا منابع گوناگون خبر داده بودند که در تاجیکستان نسبت به چهارشنبه برای سخنان جنجال برانگیزش با اتهام برانگیختن کینه و عداوت بین محل‌ها پرونده کشودند. یادآور می‌شویم دادگاه شهر مسکو روز 29 دکبر شکایت چهارشنبه افرا رد کرد و حکم دادگاه نایه استانکینو در مورد اخراج این ورزشگر از روسیه به تغییر باقی گذاشت. به این ترتیب قرار اخراج این ورزشگر زاده بدخشان قوه قانونی گرفت. دادگاه استانکینو روز 6 دکبر حکم مجبوراً از روسیه بیرون کردن چهارشنبه افرا برآورد. دادگاه او را بر اساس قسم 3 ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه در ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه گناهکار شناخت و 5000 روبل جریمه هم بست. از روز صدور حکم تا زمان بیرون کردنش از روسیه چهارشنبه در بازداشتگاه سخاروو نگاه داشته میشد. چهارشنبه در ورزش MMA با نام اورج معروف است، ولی مخلصانش او را گرگ پامیر لقب دادند. نسیم شریفوف، نماینده حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان فعلا ممنوع گروه 24 در ترکیه روز 30 دکبر ساعت 13:00 در شهر استانبول بازداشت شده است. گروه 24 در یک بیانیه گفت کارمندان انتظامی ترکیه با لباس شهروندی به محل زیست نسیم شریفوف آمده او را با خود بردند. در حال حاضر سبب بازداشت و به چه گناهکار بودن نسیم شریفوف به ما معلوم نیست.
ما تخمین میزنیم که بازداشت با درخواست مقامات تاجیکستان در رابطه با فعالیت سیاسی و شرکتش در حرکت سیاسی گروه 24 صورت گرفته است. گروه 24 از حامیان حقوق خواسته است برای رهایی هرچه زودتر نسیم شریفوف از بازداشت در ترکیه صدا بلند کنند. مقامات تاجیکستان خبر بازداشت این سیاستمدار مخالفش را تا حال شرح ندادند. سیدعلی شریفوف سخنگوی گروه 24 و پایگاه خبری بامداد خبر داد که تازه هفته گذشته دادگاه ترکیه پرونده پناهندگی نسیم شریفوف را بررسی کرده بود و به احتمال غالب او باید بالاخره مقام پناهندگی را در این کشور به دست می آورد. نسیم شریفوف یکی از سابقه‌داران گروه 24 به شمار رفته از سال 2015 در ترکیه به سر میبرد. او از سال 2018 نماینده این حرکت اپوزیسیونی در ترکیه و همچنین یکی از گرداننده های برنامه گروه 24 در رادیو کانال زیلو بود. وقت‌های آخر نسیم شریفوف بیشتر به تجارت مشغول بوده است. این حرکت بازداشت سوم نسیم شریفوف در ترکیه است. دو دفعه اول در سال 2018 و ماه مارس سال 2020 او را همراه با رهبر گروه 24 سوراب ظفر با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کرده بودند، ولی اون دو دفعه قبلی دادگاه ترکیه درخواست استرداد آنها را به دلیل انگیزه‌های سیاسی پرونده‌هایشان در تاجیکستان رد کرده بود. گروه 24 سال 2012 از جانب صاحبکار عمرعلی قوتوف بعد فرارش از تاجیکستان تشکیل شده است. اساسگذار این حرکت عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. بعد این شماره زیادی از اعضا و طرفداران گروه 24 بازداشت و محکوم به زندان شدند و قسم دیگر به کشورهای اروپا پناه آوردند. حالا این سازمان اساساً در اروپا عمل میکند، اما نسیم شریفوف همراه رهبر گروه 24 سوراب ظفر و باز چند عضو دیگر این گروه اپوزیسیونی در ترکیه ماندند. دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان به ضد 13 ساکن شهر خوروغ از جمله شیدا خوشقدموف و میسر صاحب نظروف در رابطه به اعتراض ماه نوامبر پرونده جنایتی گشوده است و از آنها خواسته است که تا انجام تفتیشات محل زیست خود را ترک نکنند. خوجمری پیرنظروف یک مسئول کمیسیای 44 که تظاهرگران خوروغ برای مذاکرات با مقامات و نظارت اجرای طلب‌هایشان انتخاب کردند، روز 3 دکامبر به رادیوی اصولی گفت این 13 نفر را به بریدن درختان در روزهای اعتراضها ایبدار میکنند. خبر آغاز پرونده به ضد 13 تن از اعتراضگران خوروغ در حالی است که مقامات روز 28 نوامبر در عوض پراکنده شدن ازدحام با مور و امضا وعده داده بودند که کسی برای اشتراک در اعتراضها به جوابگری نه جنایتی و نه مأموری کشانده نخواهد شد. اینها در روزهای تجمع مردم در خوروغ برای پیشگیری از احتمال ورود سربازان و زره‌پوش‌ها درخت‌ها را بریده سده گذاشته بودند. آنها به خاطر آن به این عمل دست زده بودند که مردم بعد کشته شدن گلبدین زیوبکوف از حکومت کشور میخواستند عاملان مرگ او را به جوابگری کشند. تفصیلات داده است پیرنظروف. وی همزمان از آن اظهار تشویش کرد که مقامات به واسطه تلویزیون محلی معرکه ترغیبات به ضد به اصطلاح درختبران را سازمان دادند. نوار کارمندان اداره‌ها، مکتب‌ها و بیمارخانه‌ها را نمایش میدهند. آنها 13 نفر را محکوم میکنند. کار یک جانبه تلویزیون دولتی به جریان تفتیشات خلل میرساند، افزوده است نماینده کمیسیای 44. این نهاد روز 3 دکامبر از رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان خواسته است به اعضای گروه برای ابراز نظرشان در تلویزیون بدخشان 30 دقیقه وقت بدهند. فراموز ارگاشوف رهبر کمیسیای 44 نیز از آن اظهار نگرانی کرده بود که مقامات تنها به تفتیش قضیه‌های درختبری و لطکوب کارمندان نهادهای قدرتی تمرکز کرده به تفتیش پرونده‌های مرگ 3 ساکن بدخشان از جمله مرگ گلبدین زیوبکوف که سبب اعتراض مردم شد اهمیت نمیدهند. اخیراً گزارش شده بود که مقامات اسم 66 ساکن خوروغ و راشقله را که در اعتراضهای اخیر فعالانه اشتراک داشتند بر روی خط سیاه افراد وارد کردند که ترک قلمرو تاجیکستان برایشان منع کرده شده است. مرگ گلبدین زیوبکوف ساکن دهه 17 نویه راشقله بعد بازداشتش در سنه 25 نوامبر نقطه آغاز اعتراضهای خوروغ شد که 4 روز از 25 تا 28 نوامبر دوام کرد. در روزهای ناآرامی‌ها در بدخشان 3 ساکن این ولایت کشته و دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها شام 28 نوامبر وقتی خانه به خانه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک
قضیه مرگ گلبدین زیوبکوف را دادند. به این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد، ولی با گذشت یک ماه یگان نفر گمانبر در مرگ زیوبکوف معین و دستگیر نشده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. سفارت خطای در تاجیکستان رسما به مصاحبه اخیر رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان سعید جعفر عثمانزاده به خبرگزاری از پریوس اعتراض کرده است. عثمانزاده روز 28 دکبر در صحبت با این خبرگزاری از پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا به خاطر تامین امنیتش پشتیبانی کرده و گفت تاجیکستان باید با روسیه نزدیک شود و از خطای فاصله بگیرد. ما در اساس منفعت‌های چین یا کشور دیگر باید کار نکنیم، در کار باشد می‌آیند. برعکس ما باید از چین یک قدم دور گریزیم. چین از نگاه اقتدار حربی و اقتصادی دولت ابرقدرت است. نفوذ چین در تاجیکستان برای کشور ما خطر دارد، اظهار داشت از جمله رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان. محض این سخنان عثمانزاده درباره مناسبت‌های تاجیکستان و خطای سبب اعتراض سفارت پکین در دوشنبه شده است. در نامه سفارت به از پریوس گفته می شود که این سخنان ذکر شده تماما واقعیت ندارند و جوابگوی مناسبت‌های دوستانه و حسن همسایگی خطای و تاجیکستان و این دو خلق نیست. ما این را درک کردن نمیتوانیم. در ادامه نامه‌اش سفارت خطای ادعا میکند که قرضهایش به تاجیکستان به طور شفاف داده شدند و یگان قبقان ندارد. خطای و تاجیکستان دو همسایه به هم دوستند که آنها را کوه‌ها و دریاهای مشترک به هم می‌پیوندند. سازشنامه قرض بین دو کشور از طریق مذاکرات برابر حاصل شده است. این یک نقشه عاقلانه است که حکومت‌های هر دو کشور پذیرفتند. این سازشنامه یگان شرط سیاسی نمی‌گذارد و به اصطلاح قبقان قرضی ندارد. سفارت خطای اظهار امید کرده است که چنین سیاستمداران تاجیکستان به اصل کسبی جستجوی حقیقت بر اساس دلیل‌ها تکیه کرده بیانگر و پنهان‌کننده دروغ نمی‌شوند. سعید جعفر عثمانزاده در مصاحبه‌اش با خبرگزاری از پلیوس همچنین گفته بود که قرضهایی که ما از این کشور گرفتیم در آینده خطر دارد. آنها را هرچه تیزتر پرداخت نمودن لازم است. ما با دولت‌های ابرقدرت باید همکاری‌های زچ اقتصادی داشته باشیم که پیش از همه با آن همسرت نباشیم. قرض تاجیکستان تا 1 اکتبر سال جاری به 3 میلیارد و 262 میلیون دلار رسیده بود که این برابر 38.2% مجموع محصولات عمومی این کشور است. قریب 1.5 میلیارد یا تقریبا نصف قرض خارجی تاجیکستان را قرضهای خطای تشکیل میدهند. مقامات تاجیکستان قرضهای خطای را برای عملی ساختن طرح‌های مهم زیربنایی چون ساختمان راه‌ها مهم می‌شمارند و از آن تفسیف می‌کنند که پکین به فرق از سازمان‌های مولوی غربی در عوض قرضهایش شرط‌های سخت نمی‌گذارد. اما منتقدان قرضهای خطای را استعماری می‌شمارند و می‌گویند اگر دوشنبه این قرضها را در آینده پرداخت کردن نتواند مجبور می‌شود بخشی از استقلالش را یا باز یک قسم دیگری از قلمرو خود را به خطای بدهد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به سهم شهروندان و میهمانان کشور می‌رساند که بنا به پیشبینی اگنتی هواشناسی روزهای نزدیک در اکثر ناحیه‌های کوهستان تاجیکستان هوا تا 10-15 درجه سرد خواهد شد. انتظار می‌رود که در برخی مناطق کوهستان هوا تا 17-22 درجه سرد شده. در ناحیه‌های شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان حرارت هوا تا 25-30 درجه و در برخی گوشه‌های این منطقه تا 33-38 درجه سرد شده. سردی هوا در موضع بولونکول حتی تا به 48-50 درجه برسد. به این ترتیب بنا به پیشبینی هواشناسان سال نو 2022 به تاجیکستان همراه با یک هوای خیلی سرد وارد می شود. به این دلیل کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به شهروندانی که در نواحی کوهستان و کوهدامن زندگی می‌کنند توصیه می‌دهد که هنگام گرم کردن خانه‌هایشان قاعده‌های بی‌خطری از سوختار را قطعاً رعایت کنند. مقدار از حد زیاد دستگاه‌های برقی را به شبکه نیروی برق وصل نکنند. از ساکنان خواسته شده است که تریزه‌های خانه خود را چقدر می‌توانند خوب محکم کنند و گرمی را در خانه‌هایشان به این وسیله حفظ کنند. هنگام استفاده از پیچکه یا بخاری‌هایی که به انگشت استفاده برده می‌شوند توصیه داده می‌شود که هنگام استفاده آنها خیلی با احتیاط باشند. نگاه‌بینی بخاری‌ها را به کودکان واگذار نکنند و دودبرارها را یک بار دیگر
تفتیش کنند. بنا به پیشبینی هواشناسان در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار دوشنبه، لخش دوشنبه، کولوب دروازه خوروغ، خوروغ اشکاشم خوروغ مرغوب در ساعت‌های بامدادی و شامگاهی احتمال زیاد یخبندی و در برخی قسمت‌ها حتی جمع شدن توده برف وجود داشته خطر فرآمدن ترمه‌ها نیز خیلی زیاد است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از شهروندان با اصرار خواهش می‌کند که در این روزها بدون ضرورت عاجل سفرهایشان به راه‌های کوهستانی را محدود کرده از رفتن به ماهیداری، شکار و یا برای غنچین ایزان به کوسار خودداری کنند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. نسبت به مرد 53 ساله ساکن شهر اسفره پرونده جنایتی بر اساس قسم یکم ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی پرونده جنایتی گشودند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 دکبر خبر داد که این ساکن سالمند اسفره شب 27 دکبر سال 2021 تخمیناً ساعت 19:35 هنگام در حالت مستی قرار داشتنش با مرد 45 ساله ساکن همین شهر جنگ و جنجال کرده با کارد یک مرتبه به شکمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شده است. تفتیش این حادثه ادامه دارد. به ساکن دستگیر شده اسفره بر اساس قسم یکم ماده 110 همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. تنها روز 27 دکبر مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دو مرد سالخورده را با اتهام کاردزنی بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی قبلا خبر داد که یک مرد 71 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کرده شد. نامبرده 27 دکبر سال 2021 تخمیناً ساعت 14:30 در حدود شهر دوشنبه در حالت مستی قرار داشته از احسیات افباشی با مرد 29 ساله ساکن همین شهر جنگ و جنجال کرده او را لطکوب نموده با کارد یک مرتبه به قفس سینه اش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. دادگاه ولایت قتلان مستانه موسیرووا زن 36 ساله ساکن جماعت شهر گلستان نویه بلخی را در آدمکشی گناهکار شناخته به 15 سال زندان محکوم کرد. مستانه موسیرووا شب 18 نوامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 21:50 در جریان مناقشه اویلوی شوهر 40 سالش خلیل موسیروف را با 4 ضربه تبر به هلاکت رسانیده بود. در نتیجه جبر دیده بر اثر جراحات وزنین برداشته‌اش در بیمارستان به هلاکت رسید. 4 فرزند این اویله در پی این مناقشه خونین بی سر و بال ماندند. طوری قبلا گزارش شده بود موسیروف و مستانه اول چنین نشان داده است که گویا شبانه مرد ناشناس به خانه آنها حمله آورده شوهرش را با تبر زخمی کرده است، ولی در رفت تفتیش قضیه مفتشان به خلاصه رسیدند که به سر خلیل موسیروف در جریان مناقشه اویلوی همسر خودش 4 ضربه تبر زده است. مستانه موسیروف بعدا هنگام پرسش اعتراف کرد که شوهرش را خودش کشته است. او گفت از روزی که به این خاندان کلین شده آمدم روز نداشتم، همیشه میزد مرا، عذاب و عقوبت میداد. همان روز خودم نمیدانم حتی که چه خیلی تبر رو به دست گرفتم و او را زدم. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار خویش و تبار نزدیک خبرهای زیاد به دست میرسند. تنها ماه نوامبر درباره 8 چنین مورد کشتار یا قصد کشتار اعضای عائله از جمله زن و شوهر و خوشدامن گزارش شده بود. جامعه شناسان این را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه و روحانیان به دور شدن مردم از کلام الهی و ارزش‌های دینی ربط می‌دهند. خشونت و زورآوری در عائله یک سبب دیگر چنین جنایت‌ها نام برده می‌شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.